به نام خدا. عصرگاه دوشنبه 15 آبان ماه 1385 هجری شمسی است. کمتر از یک هفته زمان تا برگزاری ششمین همایش چهره‌های ماندگار باقی است. آنچه دوشنبه آینده در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می شود، رویداد بزرگی است که به رغم آنکه دیر زمانی از درخشش اولین بارقه‌های آن نمی‌گذرد، امروز نام و عنوانی آشناست: چهره‌های ماندگار. هر کاری که آثار و اثرات پایدار داشته باشه، اون شخص یا اون پدیده نسبت به اون آثار ماندگاری به خودش اطلاق میکنه. دانشمندان و بزرگان یک کشور ماندگاری آنها با آثار علمی و آثار تحقیقاتی خودشون هستند که آنها چون ماندگار هستند در جامعه بشری، اون فردی که و اون دانشمندی که این آثار رو به وجود آورده خود به خاطر آثار خودش ماندگار میشه. پس ماندگاری مال فرد نیست، مال آثار ماندگار اوست. هر کسی آثار ماندگار داشته باشد، اون فرد یا اون شخص یا اون شخصیت ماندگار میشه. تکریم بزرگان خرد و دانش و هنر سنت پایدار و ماندگار ماست. گام‌های ما در این مسیر تعالی فرهنگ دینی و ملی ایران اسلامی را جستجو می‌کند. برای تجلیل از مشاهیر خرد و دانش هر اندازه بکوشیم اندک است و هر اندازه اندک باشد مغتنم. اونچه که امروز متداول شده و صدا و سیما هم پیشگام آن هست تحت عنوان چهره‌های ماندگار، در حقیقت یک سنت اسلامی است. پایه‌گذار این رویه اسلام عزیز هست که تأکید بر آن دارد که انسان‌هایی که منشأ آثار سودمند در جامعه بشری هستند، اینها هم آثارشان ماندگاره، هم خودشان ماندگار هستند. منتها در میان آثاری که انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های والا میتونن از خود به جای بگذارن در جامعه، عمدتاً دو موضوع بسیار مهم هست. یکی مسئله امور خیریه هست که بیشتر با فعالیت‌ها و جهاد مالی انجام میگیره. کسانی که دانشگاه‌ها تأسیس میکنند و همچنین کتاب‌ها چاپ میکنند، کتابخانه‌ها تأسیس میکنند، بیمارستان‌ها میسازند و امور عامه‌ای که مورد نیاز جامعه هست اینها را پشتیبانی میکنند که اینها به عنوان
خیرات ماندگار و همچنین کسانی که این خیرات را انجام میدن به عنوان چهره‌های ماندگار در جامعه همواره مورد ستایشند. ولی مهمتر از این کسانی هستند که از خود علم به یادگار میگذارند و باعث استمرار علم و در کاروان تکاملی علم نقشی را بر عهده دارند، در تولید علم، در نشر علم، در ترویج علم و از طریق تدریس، از طریق تألیف، تحقیق. اینها کسانی هستند که سلسله علم را احیا می‌کنند و امانت‌های گذشته را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند و علم را جاودان می‌کنند و خود هم در سایه علم جاودان می‌مانند و به صورت چهره‌های ماندگار می‌درخشند. و ماندگاری را رازهایی است. عشق به شکوفایی فرهنگ راز بزرگ ماندگاری است. هر کس در هر جای این سرزمین برای سرافرازی فرهنگ ایرانی اسلامی میکوشد ماندگار است. و اما پرسش این است: به درستی راز ماندگاری چیست؟ ماندگاری یک شخص در دو بعد میتوان وارد شد. یکی آثار علمی منتشر شده، یکی اعمال نیکوی او. چون اعمال پایداره، اعمال نیکو، اعمال وزنداره و پایداره و اعمال نیکو از این دنیا به دنیای دیگر رحلت میکنه، سفر میکنه. تنها چیزی که از فیلتر دنیا رد میشه و به دنیای ماندگاری و دنیای آخرت میرسه اعمال نیکو. دانش هم تقویت کننده اعماله، دانش بالا برنده نیت‌های اعماله، تفکر اعماله، اندیشه اعماله و پایداری میبخشه به اون عمل نیکو. به هر طریق به نظر میرسه اون چیزی که برای انسان ماندگار میمونه آثار علمی و تحقیقاتی او و اعمال نیکو و اعمال صالحه اوست که پایدار و پایداری برای اون. ما در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شبکه پستی کشور در زمینه‌های فرهنگی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم. از جمله اونها تهیه و چاپ تمبرهای یادبود برای چهره‌های ماندگار و مراسم و در زمینه‌های ثبت پیام‌های تلخ و شیرین در طول تاریخ کشورمون انجام دادیم. در این زمینه در طول این مدت بیش از 600 عنوان تمبرهای یادگاری با بیش از 100 میلیون تیراژ در حدود 1000 قطعه چاپ کردیم که در اختیار کشورهای مختلف و ملت شریف خودمون قرار دادیم. منتظر هستید که تمبرهای یادبودی که در کشور ما به چاپ میرسه در بین کشورهای عضو UPU اتحادیه جهانی پستی که بیش از 189 کشور عضویت داره تکثیر و انتشار پیدا میکنه و به سراسر این پست‌های کشورهای مختلف ارسال میشه برای نگهداری در موزه ها و ثبت در تمبرهای یادبود کشورهای مختلف و در و عنوان یک نماد در نمایشگاه‌های مختلف این کشورها باز به کار میره. از جمله این فعالیت‌ها چاپ و انتشار تمبرهای یادبود هست برای چهره‌های فرهنگی و هنری و تاریخی کشورمون به عنوان تمبرهای یادبود برای چهره‌های ماندگار هست. از سال 83 تا کنون شرکت پست در 2 دوره مشارکت فعال داشته. در سال گذشته از 4 چهره معروف و در امسال هم به همین شکل تمبرهای مناسب برای این مراسم تهیه شده که به عنوان قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری و علمی این عزیزان
به چاپ میرسونیم برای اینکه بتونیم حداقل پایداری و نگهداری و ماندگاری در تاریخ کشورمون در موزه ها و در مجموعه فعالیت فرهنگیمون به ثبت برسونیم. در زمینه مجموعه کارهای فرهنگی که در کشور انجام شده، از جمله تمبرهای شخصی است که برای مجموعه افراد فرهنگی و هنری و علمی به چاپ می‌رسونیم. ما در طی 2 سال گذشته برای مجموعه شخصیت‌ها تمبرهای شخصی چاپ کردیم که به سمع و نظر خانواده‌های محترمشون می‌رسونیم و برای قدردانی از این عزیزان گوشه‌ای از زحماتی از آن بتونیم قدردانی بکنیم در مجموعه شبکه پستی، این هزینه و این کار رو تقبل کردیم بتونیم در کل کشور یک نقش اساسی در ارتقاء فرهنگی و علمی کشورمون داشته باشیم. من به نظرم میرسه باید شخصیت‌های علمی و هنری انتخاب بشن که آثار آنها آثار برتره، آنهایی که آثار بین المللی دارند و آنهایی که آثار ملی دارند، آنهایی که دنیا و به هر طریق آنهایی که در بعضی از رشته‌های هستن که باید کشور به اونها رجوع بکنه، رجوع علمی، رجوع معنوی، رجوع بکنه، رجوع از نظر اینکه با شیوه ها و متدهای علمی به یک اثر یا آثار یک دانشمند رجوع بکنه، اون اهمیت داره برای اینکه اونها انتخاب بشه. به هر طریق بحثی رو که من دارم، اصل قضیه برای اینکه برتری دانشمند ثابت بشه تولید علم جهانی. او باید تولید کننده علم باشه، نه مصرف کننده علم. هر کسی که تولید کننده علمه، خب ببینیم چقدر به او استناد شده، چقدر جایگاه در سطح ملی و بین المللی داره، نسبت به او بسنجیم. به نظر میرسه که باید این چهره ها در ستاد چهره‌های ماندگار که همطورم الحمدلله فکر میکنن، با مشورت هایی که میکنن اینطور، ولی اگر اهدافشون رو یه مقداری به همین تعریفی که من مطرح میکنم، تولید کنندگان علم و دانش و معرفت مورد تکریم قرار بگیرن، خاصیت صدچندان داره نسبت به اینکه در حقیقت شکل دیگه عمل بشه. آنچه هر ساله در یک روز پاییزی با عنوان مراسم معرفی چهره‌های ماندگار در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، همه برنامه کار ستاد چهره‌های ماندگار نیست. برگزاری نشست‌های علمی و دانشگاهی، تدوین و نشر کتاب، نشریه و فراهم آوردن مطالب سایت چهره‌های ماندگار بخشی از فعالیت‌های ستاد چهره‌های ماندگار است. امیدواریم در این راه از همراهی، همکاری و حضور شما بهره مند شوید. تا شب‌های دیگر بدرود.